آه و ناله مادری که دختر جوانش را از دست داده است. جسد شقایق دختر 19 ساله افغان 3 روز پس از مراسم عروسیش در 7 دسامبر در آپارتمانش پیدا شد. اینجا دوستان و اقارب او برای آخرین دیدار و ودا در سردخانه جمع شدند. همدردی کنه امرای از بانو، همدردی کنه امرای از مادر، چون خود ما مادر هستیم، اولاد داریم، نمیخوایم که هیچ وقت خار در پای اولاد ما بخوریم. کالبد شگافی پلیس نشان میدهد که این دختر در نتیجه کاربرد خشونت و غرق شدن جان باخته است. جسد این قربانی به ایران منتقل می شود تا در آنجا در کنار پدرش که در کودکی از دست داده بود آرام بگیرد. دخترم امسال سال آخرش بود، تصمیم گرفته بود که من تابستان با این طفل که دارم به دنیا میرم سر خاک پدر خود. اونجا رضوع خوب پدر خود ابلاغ میکنم که من رفتم به خورتکی هرچند از تو دور بودم. حالا من رفتم هم درس خواندم، هم ازدواج کردم، هم مادر شدم، با سربلندی آمدم به تو یک مژدگانی بودم. این آرزو دخترم به گور برد، اما باز من تصمیم گرفتم با همون طفلی با گوش پدری بخورم. این خانواده بخش زیاد عمر خود را در مهاجرت سپری کرده که همواره مملو از غم و اندوه بوده است. وقتی که اولین بار من جنازه پدر از این تحویل گرفتم، باید در امضا می زدم و بر من اونجا خیلی سخت بود که 2 بچه یتیم با رودوشم افتاد. یک بچه که هنوز در بند مادر بود و یک دختر 7 ساله. الان دخترم امسال سال آخرش بود، وکالت میخوند، بیزنس هم خوند، داخل همه رشد که میخوند 1 سال بیزنس خوند و بسیار علاقه داشت به وکالت. میگم من وکیل باشم که برای افغانا خدمت کنم. خیلی امسال خوشحال بود، میگفت درس من خلاص شد، دیگه من میرم دانشگاه میرم. پس از پیدا شدن جسد این خانم، پلیس جستجوی شوهر او را شروع کرد. سرانجام فرد مظنون 3 روز بعد از رویداد خود را به پلیس تسلیم کرد. تا حالا مقامات در مورد جزئیات قضیه چیزی نگفتند. اظهارات خانواده قربانی بیانگر مشکلات پیچیده‌ای است که حتی در روز عروسی نیز مشهود بوده است. من فقط خواستم همی تو که من جزا دیدم جزا ببینم. هیچ من رضایت نمیدم. من خونه طفل خونه میبخشم. او با رضا خوب خواب رفت، با دست خینه خوب مثلا نمیبخشم. باید هر چقدر که جزای سنگین بدن، من هنوز آروم نمیشم. مقام‌های اداره پلیس جنایی تحقیقات به زن قتل را شروع کردند. در هر گوشه این منزل یادگارهای این دختر قربانی به چشم میخورند. میره بر من گرفته و روز مادر هیچ نپوشیدم، گردنبندش نقره که گرفته. شقایق در کنار تحصیل و کارهای روزمره پشک پرورش میداد. به نظر میرسد که پشک‌ها هم این فراق را حس میکنند. بسیار همی پیش کار دوستش همش میگفت که مادر یک چراغ بگیر که اینا گرم باشه یا پیش شوفاژ باشن، به خاطر که از خانه تبدیل میشد. اینا همه پیشکاش پیش ما بود. بسیار هر روز ما سجایش هست که عکسای از اینا را از من میخواست. این مادر داغ دیده از پنجره به مسیر نگاه میکند که قبلا در انتظار آمدن دخترش می بود، اما آنچه باقی مانده است فقط خاطره و درد است. چند کیلومتر دورتر به محل این واقعه غم انگیز می رویم. داشت خون پر هستن. نگاه کنیم نیم باز بوده وقتی که ما دیدیم میشن. از اینجا کشکده که وقتی که برده بهش داخل حمام آورده بدش و آستا آورده به اینجا کشکده بردش به اینجا انداخت. زمان که شقایق نماز میخوان اینجا جای نمازش هست، قرآن کریمش هست، همه چیز بوده اینجا. من پاک کردم که اومد تو خون پر بود، حال خون خوش شده چون یه جای نماز سیاست معلوم نمیشه. اسکیتر خریده بود که تا حالا پلاک نکرده بود، به خاطر که چیز دمیجا مانده بود که وقتی پلاک کنید در مکتب خود برم و خون پر هست. میبینیم که شقایق وقتا گرفته بود، حتی دم قرآن کریم هم رحم نکرده بود که اینجا را میبینیم که با ترجمه همیشه قرآن شریف میخوند. زمانی که ما اومدیم غذای را پخته کرده، از امروز تا حالا دست نزدیم، خراب شده.
پیش از این نیز چنین رویدادهای زنکشی در جامعه افغانهای مقیم آلمان وجود داشته است، اما این رویداد در میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی اتهام زنی‌های متقابل زیادی را در پی داشته است. تحقیقات پلیس و نهادهای عدلی و قضایی آلمان جزئیات قضیه را روشن خواهند ساخت. انگشتر پول خود خوب بخره، همون جره بس اینا شد، انگوشی بشکستنده بود که من نبودم بخونه، بیرون بودم. زنگ زد بچه من گفت شقایق میزنه. خلاصه داستان از ما خیلی هم نمیشم این جواب بگم. با وقتی که دخترم بارشگاه ما گفتم برچی گریه کردی، گفت مادری زنگ زده 1000 تا فاش بداده فلان ایتونه اوتونه. ما دخترم تهدید بشده بود، ما از بچه خبر نداشتیم که 2 تا زن دیگه هم داشته، یک آلمانی داشته که از اون دختر داره طلاق داده، بزرگ عدتی نشده بودیم. یک دختر مامایی بوده که به افغانستان عروسی هم کرده، زنی بوده که مستبیعه او طلاق داده. یک بچه دزدیه، از قوم دزد چورگریه. ای از این فیرکانیا کابلن، اینا از این پاچکشا غرتکیا کابلن. دهن مر اینا وانه کنم میان دو میگن این دختر خراب بوده. ببینین بس به سر چی شده، چیزی که خود جواد قصه کرده، چیزی که جواد گفته حال ما برای شما میگم، عالم و آدم هم خبر بشه. اسم دختر مر اینا بعد میگن آیا همین دختر که 3-4 از عروسی تیشه او شوی هم به مو خونه بشه، چطور کس جرأت میکنه بیاید؟ ببین یک چیز جواد داستان ما گفتم گوشین، جواد داستان که قصه کرده گفتم ما بازی جرأت حقیقت میکردیم. پارسال به همین برار از که تلاف میگشم لایف لمر میگفت که چی استاد لمر میگفت این دختر خودکشی کرده بود. به دختر من زخم معده بود، به بیمارستان بستری بود. این میگو این خودکشی اینا حساب میکنن. دختر مبزی زنگ میزنه که بیا جواد من امشو پیش من، تو امشو کار نداری؟ میگم من امشو نه سر کار دارم نمیتونی. یک وقت میام بازی جرأت حقیقت اینا میکنن. از اونجا که میآین یه هدف کشتن داشته، اگه هدف کشتن نداشت سر دختر من کردت نمیگیری 10,000. من همه اسنادار دارم، من همه چی بدون اسناد کردم. دوشنبه گفتم بازم میگم دوشنبه به بلیفیلد تمام خبرنگاران میام تا دنیاست خون دختر خو استاده میشم، چون من او سنه که دیدین سنه سازی کرده این پلان کشتن دختر ما داشته. و بعدش هم از ببین من اینقدر شد به ما وارد شده یک حرف که میزنن دیگه هیچ دنیا از یاد نمیره. من همال نمیگم فهمم که شما چی گفتم، همال نمیفهم چی گفتم. مادر عزیز یک سوال ببین بازی جرأت و حقیقت، ببین من فقط بزن اول بیاد مامان. بازی جرأت و حقیقت بودم. دختر من میبره بعد از این میگه تو جرأت و حقیقت رو بگو. میگه ولشی که من با ملاقات تو نمادم دیسکو رفته بودم. خدا کی رفته بودی؟ خدا تو تا دختر. این دختر میگه اونا دخترا کجا بودی؟ گفته نمیگم. گفته کجا بودی؟ گفته نمیگم. قرآن میاره به میگی کمال قرآن پرخونم. من باز ویدیوی قرآن به شما به تیک تاک میگذارم که عالم ببینم. و بعدش قرآن که میاره دختر سریف میگفته با قرآن که میاره میگه بردم اتاق. میگه تو بگو که با این دخترا کار کردی نکردی. این دختر حالا این چی گفتن نگفته. دختر سری فشار آمده، عروسش 3 شبه 4 شبه انتظار نداره زمانی که به بیمارستان باشه. او عملیات شمده این برای به دیسکو خده دوستا خده دخترها. این لندقر، این خشتک کثیف، این عمق نجس، این عمق پلید، این عمق مردار، عمق شیر خر خورده، شیر سگ خورده. عمق فکر نکرده که آیا امی دختر امی کشتن به منجی نباشه. امی دختر حامله بچه ما بشه گمینه چه تو من همین قصر بیام بزی بکنم. خب بزینا عادی بده چون اینا خشتک کثیفن. بعد از دختر اینجا چاقو بله همین چیزا که جواد گفت چاقو برداره به سر خود خو که من خور میکشم. جواد دور کش مونه دست جواد میبره، جواد خور میندازه بله ایجق میکشیده بیخ گلوه که میگیره خوب خفه میکنه. وقتی که میموره با جواد دیر نمیگه، میگه نه من بیخ گلوه بگرفتم که چوب کنه. دیدم بیهوش شد، من از خونه به در شدم برفتم خیابون قدم زدم بیام دیدم بمرده. فکر کن زنه که بذار دستا خور خفه کنی بره به خیابون قدم زنی بیای او زنده میشه. وقتی که مرده بود چرا در وا میگدیشتی پلیس زنگ میزدی؟ من امی تا حادثه پیش میشده در وا میگدیشتی مرا زنگ میزدی. من 3 روزی به سر خو میدون میرفتم در خونه دختر خو شو نصف شو میرفتم. یک شو از بس که من دیوانه شدم تا